السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده و بی‌نهایت مهربان. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. اما بعد، حمد و ستایش او سبحانه و تعالی را می‌نماییم و از او کمک می‌خواهیم و طلب آمرزش هم می‌نماییم و با سوی او سبحانه و تعالی توبه می‌کنیم از بدیهای نفس‌هایمان و کارهای ناشایسته امان. به درستی که هر کسی را که الله سبحانه و تعالی هدایت کند، کسی او را گمراه کرده نمیتواند و هر کی راه گمراهی را اختیار نماید، کسی او را هدایت هم کرده نمیتواند. و گواهی میدهم که هیچ معبودی بجز الله نیست، تنها اوست شایسته عبادت. و همچنین گواهی میدهم که محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول او صلی الله علیه و سلم. به درستی که ما هیچ دانش نداریم جز آنچه که پروردگار تو بر ما عطا فرموده و پروردگار با آنچه که برای ما سودمند است بیاموز و علمی با عمل بر ما نصیب و روزی بگردان. امروز با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی با همراهی شمایان از کتاب فقه میسر، فقه آسان بیان، موضوع درسی امروزه ما این در باب 8 فی الامامة فی الصلاة، باب در بیان یا درباره امامتی نمودن، امام شدن در نماز، که در این مسائل هست. و منظور از امامت پیوستگی نماز با آن کسی که نماز را میخواند، امام شود، امامتی میکند است. مسئله اول، من احق بالامامه، بر امام شدن کی سزاوارتر است بر امام شدن؟ میفرماید صاحب کتاب بیان رسول صلی الله علیه و سلم احق بالامامه والاولى بها فی قوله، اینکه پیامبر الله صلی الله علیه و سلم سزاوارترین شخص را برای امامت و حقترین آنها را بیان کرده فرمودند. یا القوم اقرأهم لکتاب الله، گفتند که قوم را، مردم را، یعنی کسی امامتی کند که کتاب الله را خواندنش را بهتر میداند، کسی که کتاب الله را خوبتر میخواند. فإن كانوا في القراءة سواء، اگر در خواندن، در تلاوت برابر باشند، اگر در عبادت برابر باشند، فاعلمهم بالسنه، پس داناترین آنها در سنت تقدیم می شود، پیش گذارانده می شود. فإن كانوا في سنة سواء، اگر در سنت هم برابر باشند، پیشترین آنها کسی که هجرت کرده است امامتی را به عهده میگیرد. فإن كانوا في هجرة سواء، اگر در هجرت برابر باشند، پس گفتن که چیز؟ کسی که از آنها اسلام را پیش قبول کرده است. روایت مسلم، حدیث تحت رقم 673. پس در این حدیث شریف رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله امامت را باید کی احقیت در امامت شدن رو، در امام شدن رو دارد بیان کردن صلی الله علیه و سلم، که گفتن اول کسی که کتاب الله رو خوب میخواند، اگر در این برابر باشن، کسی که بر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم داناتر است، اگر در این برابر باشن، کسی که هجرتش تقدیمتر است، پیشتر هجرت کرده است، اگر در این برابر باشن، اسلام آنها نظر کرده میشد، اول اسلام آورده است، آن پیش گذارنده میشود. پس این ترتیبی که رسول صلی الله علیه و سلم گفتن ترتیب اولاتر است بر امامتی بودن. اول چی گفتم؟ آنکه خواندن قرآن را بهتر میدوند، یعنی آنکه قرآن را درست و با نیکو احکام تجوید را رعایت مینماید و فقه نماز را هم میدوند. پس اگر شخصی باشد که خواندن آن، تلاوت آن خوبتر باشد، ولی دیگر این شخصیت باشد که خواندن وای، تلاوت وای اندک کمتر است، ولی بیشتر فقه را میفهمد، پس آنکه بیشتر فقه را میفهمد و قرائتش خوب است، اولاتر است که وای پیش گذرانده شود. اما کسی که قرائتش خوب است، مسائل نماز را خوب میفهمد، و کسی که قرائتش خوب است نه که مسائل نماز را آنقدر خوب نمیفهمد، شخص اول کسی که قرائتش خوب است و مسائل را خوب میفهمد، آن باید بر امامتی احق است، باید پیش بدراید. کسی که فقه را نمیفهمد وای پیش نمیدراید. برای چی؟ به خاطر آنه که نیازی به دانستن احکام نماز مهم است. و سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ پس آنکه بیشتر فقیه و با خبرتر از سنت از گفتن. اگر دو امام در خواندن نماز برابر باشند، در خواندن، در تلاوت قرآن برابر باشند، یکی از آنها فقیه تر است، پس اولاتر است آن کسی که فقیه تر است، آن به سنت نزدیکتر است، آن پیش درآید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم فإن كانوا فی القراءة سواء، اگر در قرائت برابر باشند، در تلاوت برابر باشند، پس گفتن که چیز؟ آنکه بیشتر به سنت آگاه تر است پیش درآید. و سپس رسول الله برای ما توصیه دادن که کسی که اگر در این برابر باشن، کسی که هجرت رو پیشتر کرده است
از سرزمین کفر بر سرزمین اسلام اگر در قرائت در سنت برابر شدن، کسی که هجرت رو پیشتر کرده است آن باید نماز رو بخواند، پیشتر آن باشد. اگر در همه این برابر باشند، کسی که اسلامش پیش است. این و مرحله اخیران همچنین رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث فرمودند که سپس کس اگر در همه این قسمت برابر باشند، دو نفر یا یک چند نفر، سپس کسی که سینش کلانتر است، سین سالش کلانتر است، آن باید پیش بدرید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که فإن كانوا في الهجرة سواء، اگر در هجرت برابر باشند، کسی پیش درآید که سینش کلانتر باشد، کسی پیش درآید که اسلامش پیشتر باشد، کسی پیش درآید که سین سالش کلانتر باشد. در دیگر حدیث فرمودند که یا امکم اکبرکم گفتند و باید که امامتی شما رو کلان سالترین شما به دوش بگیرد، اگر در شرط های پیشتری که رسول الله بیان کردند آنها برابر باشند. اگر در همه چیزهای پیش گذشته از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم برابر باشند، در بین در اینجا قرعه پرتایی میکنند، قرعه پرتایی کرده، سپس کسی از آنها اگر که موافق گشت همان پیش در آمده نماز مردم رو میگذارد. اما در اینجا مسئله دیگری هست. در خانه جمع شدند، صاحب خانه سزاوارتر است که امامتی را به دوش بگیرد، صاحب خانه سزاوارتر است که امامتی را به دوش بگیرد. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم مرد در خانه اش و در سلطان در سلطنت خودش کسی چیز امامتی وی رو به عهده نگیرد، وی خودش حقتر است. روایت مسلم حدیث تحت رقم 673. و همچنین سلطان حاکم مسلمانان نسبت به دیگران سزاوارتر است که امامتی را به عهده بگیرد، امام بزرگ در نظر دارد، با دلیل عمومی که در بالا ذکر کردید. و همچنین امامی که مقرر قرار داده شده است از برای ادای نمازها در مسجد، وی اولوتر است از دیگر کسانی که چیز نماز مردم را بگذارد، بجز سلطان. اگر سلطان آمد، سلطان پیش می‌دارد. اما کسی از او بهتر یا که حتی اگر دیگری از او بهتر بخواند و آگاه تر باشد، نه، بلکه امام پیش در آمده نماز مردم را میگذارد، سلطان. یعنی به دلیل عموم احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که پیامبر گفتند که مرد در خانه اش و در سلطانش حق تر دارد، حقش بالاتر است که امامتی را به عهده بگیرد، مگر اینکه اگر خودش این را بر کسی دیگری سزاوار بداند و بر کسی دیگری بدهد. این مسئله اول. مسئله دوم میفرماید من تحرم امامته، برکی امامتی شدن حرام است. بر یک چند گروه، بر یک چند نفران هست که برای آنها قطعا جایز نیست که امام شوند و امامتی را به عهده بگیرند و امام شدن در حالتهای زیرین حرام است. امامتی کردن زن به مردان قطعا درست نیست، بلکه حرام است، با دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه، هیچ قومی که کارهایشان را به زن می سپارند نجات نمی‌یابند. روایت بخاری تحت رقم 4425. پس نمیتواند زن امامتی مردان شود. و همچنین اصل شریعت این است که زن در قطار آخر قرار بگیرد، در قطار آخر بایستد. برای حفظ و پوشش اگر زن پیش ایستد و امامتی را به عهده بگیرد، این مخالفت آن اصل شریعت است، چون در آن فتنه ها و انگیزه های زیاد قرار میگیرد. این اول. دوم، امام کردن شخصی که امام شدن شخصی که در حالت حدث به وضوئی قرار دارد یا اینکه در بدن اون نجاست قرار دارد، در حالی که باز این رو میداند، برای قطعا امامتی کردن جایز نیست. اگر مأمومان، کسانی که از پشت امام نماز میخوانند، این رو ندانند، سپس برایشان معلوم بگردد امام بی طهارت بود یا اینکه در بدن امام نجاست بود، نماز آنها درست میگردد. و همچنین امام کردن امی، یعنی کسی که سوره فاتحه را درست خوانده نمیتواند یا اینکه سوره فاتحه را از یاد نمیداند، در خواندن سوره فاتحه مشکلی دارد یا حرفها را درست نمیخواند، ادغام میکند یا حرفی را با حرف دیگر عوض میکند یا لفظی سوره فاتحه را چنان خطا میخواند که معنای آن را دیگرگون میسازد، چون این شخص شایسته امام شدن را ندارد و نمیتواند که امام شود، مگر برای آنکه مثل خودش باشد، مگر برای آن کسانی که به مثل خودش باشند. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که او انسان قادر به ادای رکن نماز نیست، چون سوره فاتحه رکن است. یا اینکه امام کردن فاسق یا بدعتکار، کسی که فاسق است یا که بدعتکار است، صاحب بدعت است، نماز از پشت وی درست نیست اگر فسق و فجور وی آشکار باشد. یا کسی که بدعت‌های کفری انجام می‌دهد، عمل‌های کفری انجام می‌دهد، از پشت این شخص هم نماز درست نمی‌گردد. با دلیل گفته قول الله سبحانه و تعالی که در سوره سجده آیه 18 می‌فرماید افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، آیا کسی که مؤمن است
مثل کسی که فاسق است برابر هستند؟ هرگز برابر نیستند. و همچنین امام کردن شخصی که نمیتواند رکوع و سجده انجام میدهد، یا که قامت، راست ایستادن یا که نشستن را انجام دادن نمیتواند، پس امامتیش برای کسی که قادر راست ایستادن هست و این عملها را انجام میدهد جایز نیست، بلکه کسی شایسته است که رکنها را انجام بدهد، مثل قیام، رکوع، سجده و اینها. بارک الله فیکم. این بود مسئله دوم که برکی امامتی حرام است. یکم بر زن، بر مردان. دوم امامتی شخصی که به وضو هست، چه وضوی خود وضوی بزرگ، در حالی که شخص میدوند یا که مردم میدونند که وای در همین حال گرفتار است، یا اینکه در لباسش نجس باشد. کسی که اصلا سوره فاتحه را خواندن نمیتواند، یا که ازیاد نمیدوند، یا حرفا را نادرست میخواند، یا که لفظ قرآن را تغییر میدهد، فاتحه را چنان میخواند که معناش تغییر مییابد. شخص فاسق که فسق آشکار انجام میدهد، یا که بدعتکار، یا بدعتکاری که بدعت کفری دارد، یا که کسی که نمیتواند رکوع و سجده را خوب انجام میدهد. این بود مسئله دوم. اما مسئله سوم، ما یکره امامته، کی امامتی شدنش مکروه است. پس امامتی کردن برای شخصان زیرین مکروه، یعنی ناخوش و ناخوشایند است یا ناخوش شمرده می شود. یکم لحن، هو کثیر لحن میفرماید، کسی که بسیار اشتباه و خطا در قرائت میکند. کسی که بسیار اشتباه و خطا در قرائت میکند، پس این مکروهیت در غیر سوره فاتحه است. اما اگر لحنی وای، خطاگی وای، اشتباهی وای دیگر در سوره فاتحه باشد و که معنا را تغییر بدهد، گفتیم اصلا در بالا که امام شدن وای جایز نیست، باطل میکنه نماز را، چون که گذشت. و مکروه بودن وای با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که یا ام القوم اقرأهم، گفتن قوم را کسی امامتی نماید که تلاوت را خوب کرده میتواند. دوم از مکروهات بر امام شدن، کسی قوم را امامتی نماید که مردم او را دوست نمیدارند، یا بیشتر مردم از او خوشش نمی آید، نمیخواهند که امام آنها شود. برای این مکروه است که به مردم امامتی نماید. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم، ثلاث لا ترتفع صلاه فوق رؤوسهم شبرا. پیامبر گفتند که 3 نفر هستند که نمازشان از سرشان بلند نمی شود، بالا نمی رود. یکی از آنها رجل اما قوما و هم له کرهون، مردی که قوم را امامتی میکند در حالی که از او بدشان میآید، نمیخواهند او را که امام شود. این حدیث رو ابن ماجه تحت رقم 971 روایت کردگی هستند. همچنین نووی در مجموع و ابن ماجه تحت رقم 792 حدیث رو خوب گفتند. و سوم از مکروهات، کسی که برای آنها مکروه است امام شوند، کسی که بعضی از حرفهای قرآن را، آیه های قرآن که بعضی از حرفها را پنهان میکند و روشن نمیخواند، یا که تکرار میکند حرفها را، به مثل که بعضی از حرفها را تکرار میکند در قرائت، یا اینکه بعضی از آیه های قرآنی را، بعضی از حرفها را میخورد، یعنی که بعضی از حرفها را تلفظ نمیکند، برای وی مکروه است که چیز پیش بداید. یا کسی که حرف زیادی در قرآن اضافه میکند. بارک الله فیکم. و مسئله چهارم، موضع الامام من المعمومین، جای امام نسبت به معمومان، جایگاه امام نسبت به معمومان. پس بدون که سنت است که امام باید از معمومان پیش بگذرد، پیشتر بیستد. پس اگر معمومان، کسانی که از پشت امام اقتدا میکنند، 2 یا زیاده از 2 باشند، پس آنها حتما از پشت امام ایستند، در پشت امام ایستند. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به نماز قامت می ایستاد، راست می ایستاد، پیش می رفت و یاران پیامبر، صحابگان پیامبر از پشت او می ایستادند، چگونه که در روایت مسلم و ابی داود است که فرمودند ان جابرا و جبارا وقف احدهما عن یمینه والآخر عن یساره، اینکه روز شب از شبها رسول الله نماز میگذاشت، جابر و جبار یکی از طرف راست او صلی الله علیه و و دیگری از طرف چپ او ایستادند در نماز. و فاخذ بایدیهما حتی اقامهما خلفه، پیامبر شروع کردند، پیامبر الله صلی الله علیه و سلم دستانشان را، دستان هر دو آنها را گرفتند و هر دوی آنها را در پشت خود قرار دادند. روایت مسلم تحت رقم 3010. و همچنین با حدیثی که ابن عباس رضی الله عنهما روایت می‌نماید، گفتند که ثم یؤم رسول صلی الله علیه و سلم، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز می‌گذاشتند در خانه، یا که با ما نماز می‌خواندند، و نقوم خلفه و نصلی بنا، ما پشت پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادیم که بر ما نماز را میخواند، در پشت پیامبر می ایستادیم. روایت مسلم تحت رقم 659. اما اگر یک انسان با همراهی امام نماز بخواند، پس از طرف راست او با همراهی امام یکجا شده نماز را میگذارند، در یک صف،
یک جا در یک قطار ایستاده نماز میگذارند. لانه صلی الله علیه و سلم اراد ابن عباس جابرا الی یمینه لما وقف عن یساره. و وای مرد را از طرف راستش قرار میدهد اگر یک نفر باشد. میفرماید که زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم ابن عباس و جابر را که از طرف چپ او ایستادن، از طرف چپ پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادن، آنها را گرفت و از طرف راستش قرار داد. ابن عباس هنگامی که با پیامبر نماز خوند، که جابر هنگامی که با پیامبر نماز خوند، آنها را گرفت از طرف راستش قرار داد. روایت مسلم تحت رقم 3010. و همچنین جایز است که امام بین مأمومان قرار بایستد اگر در این نیازمندی پیدا شد، زیرا ابن مسعود بین علقمه و اسود نماز خونده گفتند هکذا رأیت رسول الله صلی الله علیه و یصلی، یعنی که همین طور من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و میکردند، یعنی که در بین انا همون نمازگزاران میایستد، یعنی که پیش صف در صف پیش نمیایستد. روایت ابی داوود تحت رقم 613. و بدانید که این کار تنها در حالت ضرور و جایز میگردد که اگر نیازمندی در آن باشد، جای کم است و اما زنها باشد تنها در پشت صفهای مردان میستند. زنها در پشت صفهای مردان هستند، با همراه مردها صف نمیگیرند. با دلیل حدیث انس رضی الله عنهما میگه صففت انا والیتیم وراءه والعجوز من ورائنا، من و یک پسر بچه یتیم پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم صف گرفتیم، یک پیرزن از پشت ما صف گرفت. روایت مسلم تحت رقم 658. این است مسئله چهارم، جایگاه امام و مأمومین. اما مسئله پنجم، ما یتحمله الامام عن المأمومین، چی چیزها را امام به جای مأمومان به دوش میگیرد، بر دوش خود میگیرد. پس بدان که امام در نمازهای جهری که قرائت با آوازی بلند خوانده میشد، قرائت را با جای مأمومان میخواند. مأمومان از پشت وی با آوازی بلند تلاوت نمیکنند، با دلیل حدیث ابی هریره رضی الله عنه که فرمودند اذا قرأ فانصتوا، گفتند هنگامی که امام قرائت کرد پس شما خاموش بایستید. این رو اصحاب سنن که ترمذی، ابی داود، نسائی، ترمذی و ابن ماجه را در نظر دارد و این از قسمت حدیث مشهور گرفته شده است که در آغاز حدیث است. و در دیگر حدیث گفته شده است که جعل الامام لیؤتم به، امام به خاطر آن گذاشته شده که با همراهی امام نماز کامل کرده شود. و همچنین با دلیل حدیث را دیگر پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که من کان له امام فقراءته له قراءه، اگر هر کسی که امام باشد، کسی که امام شود، امام دارد، پس قرائت امام قرائت او محسوب می شود. روایت احمد و ابن ماجه و البانی این حدیث را خوب گفتند. این در نمازهای جهری امام قرائت را بلند میگذارد، بجز سوره فاتحه را مقتدی پس میگذارد. اما نمازهای سری باشد که قرائت با آوازی پس خوانده می شود، امام سوره فاتحه را میخواند و زمین سوره میکند و مأموم هم سوره فاتحه را خوانده زمین سوره میکند. اما در نماز جهری چون گفتیم بجز سوره فاتحه مأموم دیگر سوره را نمیخواند و آن را هم پس میخواند که بر امام خلل نرساند. المساله السادسه مسابقه الامام، مسئله ششم، بدون برادران و خواهران گرامی که جایز نیست که مأموم از امام در چیزی از عملهای در داخل نماز پیش بگذارد. اگر مأموم پیش از امام تکبیر بگوید، پیش از تکبیرات احرام اگر که مأموم تکبیر بگوید، نمازش درست نمی شود، نمازش باطل است. زیرا شرط این است که مأموم پس از امام عمل کند. اگر پیش گذشت در تکبیر تحریما، نماز وی صحیح نمیگردد، باید از سر تکبیر بگوید. اول امام تکبیر میگوید الله اکبر، سپس مأموم. برای همین مأموم باید اعمال نماز را، عملهای داخل نماز را بعد از امام انجام بدهد. با دلیل حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که انما جعل الامام لیؤتم به، امام برای آن گذاشته شده است که از او پیروی کرده شود. اذا کبر فکبروا، اگر که تکبیر گفت الله اکبر گفت شما سپس الله اکبر بگویید. و اذا رکع فرکعوا، اگر که رکوع کرد سپس شما رکوع نمایید. و اذا قال، هنگامی گفت سمع الله لمن حمیده، هنگامی که سمع الله لمن حمیده گفت پس شما بگویید قولوا ربنا ولک الحمد، شما ربنا لک الحمد بگویید. فاذا سجد فاسجدوا، اگر سجده کرد پس شما سجده نمایید. از امام پیروی کردن که این حدیث متفق علیه که بخاری و مسلم این حدیث را روایت کرده هستند. بخاری تحت رقم 389 و مسلم تحت رقم 411. اما اگر مأموم عملها را همزمان با امام انجام بدهد یا در سلام دادن اجرا کند، این کار مکروه و مخالف سنت شمرده می شود، ولی نمازش باطل نمی شود، عمل مکروه دانسته می شود با امام یک جا. اما پیش گذاشتن امام این حرام است. اگر مأموم پیش از امام عمل کند، این عمل حرام شمرده می شود با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم
لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. پیامبر که روایت مسلم است که فرمودند در حدیث رقم 416 که از من پیش رکوع نکنید و پیش سجده نکنید و پیش راست نگیرید، خود رو راست نایستید. و نهی کردن منع کردن پیامبر این دلالت بر حرام بودن می نماید. چیزی را که پیامبر منع کردن این دلالت بر حرام بودن آن می نماید. و همچنین با دلیل حدیث ابی هریره رضی الله عنه که فرمودند اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس الحمار، آیا کسی که پیش از امام سرش را بلند میکند نمی ترسد که الله سری او را به مانند سری خر تبدیل بدهد؟ روایت بخاری تحت رقم 691 و مسلم تحت رقم 427. بارك الله فيكم. المسألة السابعة، مسألة هفتم، أحكام المتفرقة في الإمامة والجماعة. احکام های گوناگون، احکام های دیگری درباره امامتی کردن و جماعت. پس از احکام وابسته بر امام و جماعت غیر از آن که قبلا ذکر شد چیزهای دیگری هم هست. اولا مستحب بودن نزد امام یا از پشت امام قرار گرفتن صاحبان عقل، صاحب عقلان و صاحب خیردان. باید آنهایی که دارای فضیلت، عقل و خیرت و آرامش هستند و قرائت را زیبا میفهمند، میدونند و از قرآن با خبر هستند بیایستند، پشت امام نزد امام قرار بگیرند. با دلیل فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند باید پشت من یکی نزدیک به من بیایستند صاحبان عقل و خیرت. پس آنهایی که بعد از آنها هستند، پس آنهایی که بعد از آنها هستند. روایت مسلم تحت رقم 432. و حکمت این کار آن است که تا از امام بگیرند، یا اینکه اگر لازم شود قرائت را با او یادآوری کنند اگر امام خطا کرد، یا که اگر به امام چیزی رسد طهارتش میشکند یگام چیز دیگری، تا که جایگاه امام را بگیرند و نماز را ادامه بدهم. بارک الله فیکم. اما مسئله دیگر تلاش برای صفهای اول. مستحب است، نیکو است که مأمومان به صفهای اول بیایند و به آن سخت اهمیت بدهند و از عقب ماندن صفهای آخر بپرهیزند. با دلیل گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند که روایت مسلم است تحت رقم 438 گفتند پیش بیایید و از من پیروی کنید و آنهایی که پس از شما هستند از شما پیروی کنند. و گفتند که لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم الله، هنوز هم همیشه گروه عقب میمانند، عقب نشینی میکنند در نماز تا که الله آنها را عقب اندازد. و همچنین فرمودند لو یعلم الناس ما فی النداء و صف الاول، اگر مردم میدونستند که چی اجری در اذان گفتن و صفهای اول هست، ثم لم يجدوا الا ان يستحموا عليه استحموا، و راه جز قرعه پرتایی برای رسن به صف اول نمیافتند، این کار انجام میدادند. حتما برای صف اول قرعه پرتایی میکردند، یعنی اینکه در بیان ثواب و ثمره صف اول را در نماز گرفتن. روایت مسلم تحت رقم 437. اما برای زنها لازم و مستحب است که صفهای عقب را با خود بگیرند. با دلیل فرموده او صلی الله علیه و سلم گفتند خیر الصفوف الرجال اولها و شرها آخرها، بهترین صفهای مردان در داخل نماز این اول آنهاست و بدترین آنها آخر آنهاست. و خیر صفوف نساء، و بهترین صفهای زنان آخرها آخرین آنهاست و شرها اولها، و بدترین آنها اولش است. روایت مسلم تحت رقم 440. سپس دیگر از مستحبات این راست کردن صفها و جوز کردن صفها و بستن خالگی ها و پر کردن صفها و خالگی ها یکی پس هم. پس مستحب است که امام پیش از ادای نماز، پیش از برپا کردن نماز صفها را راست نماید. صف اول خالگی ها را پر نماید، سپس بعدی، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم همین کار را میکردند و فرمودند سووا صفوفکم، صفهای خود را راست کنید، فان تسویه الصفوف من تمام الصلاه، گفتند زیرا راست کردن صفها از کاملی نماز است. روایت مسلم تحت رقم 433. و انس رضی الله عنه گفتند اقیموا صفوفکم و تراصوا، نماز را قائم کنید، نماز را صفها را راست کنید، در صفها راست بایستید، فانی اراکم من وراء ظهری، پیامبر گفتند که بعد درست که من شما را از پشت خود میبینم.
پس در این حدیث پیامبر برای ما تاکید می‌نماید که صف‌ها باید راست کده شوند و جمع کده شوند و یگام جای خولگی گذاشته نشود و گفتند که زیرا که من شما را از پشت سر می‌بینم. روایت بخاری تحت رقم 719. و نیز انس گفته است کان احدنا یلزق من کبیه بمنکب صاحبه و قدمه بقدمه. یکی از ما کتف‌هایش را با کتف‌های دوستش یارش میچسبانید و پایهایش را با پایهای دوستش میچسبانید در نماز. امام بخاری تحت رقم 725. پس مستحب است که اول صف پیش پر کرده شود، سپس صف دوم، سپس همیشه رفتن گیرد. اگر کمبودی باشد باید در صف‌های آخر باشد، چون در حدیثی که روایت مسلم است تحت رقم 430 فرمودند که آیا شما صف نمیبندید همان طور که ملائکه ها نزد پروردگار صف میبندند؟ کما تصف ملائکه عند ربها. گفتم ای رسول الله چگونه ملائکه ها در نزد پروردگار صف میگیرند؟ گفتند که یتمون الصفوف الاول، صف اول را پر میکنند و یتراصون فی الصف، و در صف راست میایستند، صف را محکم میکنند، جوز مینمایند. دیگر از مکروهات نماز خواندن شخصی تنها در پشت صف. درست نیست که انسان هنگامی که داخل نماز شد در یک صف در پشت نمازگزاران تنها نماز بگذارد، چون در حدیثی که روایت احمد است و ابن ماجه که البانی آن را در سند ابن ماجه صحیح گفتند که لا صلاة لمفرد خلف الصف، نماز نیست برای کسی که تنها پشت صف نماز میخواند. و همچنین رأى رسول صلی الله علیه و آله این که پیامبر میگه دیدن مرد رو دیدن که رجلا یصلی وحده خلف الصف، که تنها در پشت صف نماز میخواند، تنها بود. فامره ان یعید الصلاه، بر او امر که نماز را از سر بگذارد. روایت احمد و ابی داود و ترمذی و ابن ماجه. پس نماز خواندن تنها در پشت صف اینم از عملهای نامشروع و نادرست حسابیده می شود. برای همین هنگامی که انسان داخل نماز شد باید اولا داخل مسجد شد یا که جماعت اولا زود به نماز حاضر بگردد، دوم صف اول رو بگیرد، سوم صف اول رو پر کرد، سپس صف دوم رو بگیرد، سپس ان همین گونه. اما کسی تأخیر کرد با سبب های در آخر، اگر که با همراهیش کسی نبود در صف تنها ماند، می تواند منتظر کسی بایستد و سپس تکبیر گفته در نماز داخل شود. و یا اگر که در صف یگان مکان باشد خود را آنجا بگنجاند. اگر یگان علاج نشد، کسی نبود و صف ها پر محکم بودن، در این حالت چیکار می‌نماید؟ در این حالت دیگر فاتقوا الله ما استطعتم، از الله بترسید آنقدر توانایی که دارید، قدری حاجتش. سپس نماز را از پشت امام می‌خواند. بارک الله فیکم.